بسم الله الرحمن الرحیم. تابلوی بلوچ‌آباد سیاخان پدنرسکه و اینجای هم نالستان گل نرگس متعلق به حاج آقای حاج محمد رضای اکبری و جناب حاج آقای سعیدی. همینطور هم که مشاهده میکنین نالستان بسیار بزرگیه. بعد چون حاج آقای اکبری از شاید سابقه بالای 40-50 سال داره در رابطه با کشت نهال توی ایران ایشان معروفه و منم امروز صبح خودم آمدم اینجا یه سری نهال گرفتم و از اونجایی که ودیدار نهالا رو دیدم که به چه ترتیب و به چه کیفیتیان، بعد گفتم این تجربه رو برای همه دوستان به اشتراک بذارم. عزیزان اگر نهال میخواین با توجه اینکه دیگه الان آخر ساله، ولی چون اینا داخلشون مشمع دارن 2 ماه بعدم بکنیم فکر کنم مشکلی نداشته باشه. حاج محمود رضای نوروزی، روستای سیدآباد آزادی.